برای عکس گل اومدیم با یه ویدیوی دیگه. این دفعه اومدیم یکی از این چند های ترایدنت رو بهتون آموزش بدم. بچه ها اومدیم با این ترایدنت، همین نیزه سه شاخه، حالا فارسیش نیزه سه شاخه میشه. بچه ها شما اینجا میاین و کلمه ال او و وای رو میزنین. این سه تا از این چند تاش هستش. ببخشید یکم گوشیم لگ داره منظره. بعد میاین و یه انویل برمیدارین. حالا اگه خواستین یه اینچنت رو ترایدنتتون بزنین، ترایدنت رو بردارین و غیر مود بازی کنین، فقط یه دونه اینچنت ترایدنت بردارین. بعد وقتی شما این ترایدنت رو این اینچنت رو میزنین روش، وقتی شما به یک چیزی آسیب میزنین اون دوباره خودش صاف برمیگرده کنار شما. من الان هر جایی بندازم باید برگرد. ندیدم حالا، ولی خب ببینیم. حالا من انداختم اونجا، دیدین خودش میاد پیشم. فکر کنم اسم فارسیش هم اینچنت وفاداریه، یه همچین چیزایی بود. توی کامپیوتر میشه اسم فارسیش رو پیدا کنم وقتی زبان اون رو عوض میکنی. بچه ها لایک و سابسکرایب فراموش نشه. نظراتتون هم در مورد ویدیوهایی که من میذارم حتما بگین، حمایت هم کنین، دستتون در نکنه. تا یه ویدیو دیگه، بای.